اطفال عزیز و دوست داشتنی، سلام. امیدوار هستم همه‌تان جور و صحتمند و خوشحال باشین. همراه خوارکا و برادرکایتان حتما انتظار قصه نو دارین. بسیار خوب، ما براتان بیخی قصه متفاوت و نو آوردیم. این قصه یک عم جادوگر است، یک عم بسیار فیشنی. ببینین در این تصویر چقدر فیشن کرده. این هم جادوگر است و هر خواهشی که دوستایش داشت که ما را تبدیل کو و میگفت که ما را چه قسم تبدیل کو، باز همون کارم میکرد. یک روز بیرون برآمد و همراه انار روبرو شد. یک انار کلان و انار بسیار مقبول. این انار گفت که من هیچ خوش نیستم، من بسیار با قدرت هستم، من میخوایم که قدرت من کم شود، من قوت کم میخوایم. بعد از او هم بالایش کف و چف کرد و جادو کرد. دیگه شما ببینید این تصویر ستاره کاره. ای هم بالایش جادو کرد و انار هم خرد شد و هم قوتش از دست داد. بعد از او یک چند لحظه که تیر شد، انار دید که بسیار در گوشه غمگین استاده است و هیچ خوش نیست. ولی هم رفته بود، هم رفت و در مقابل هم یک بانجان رومی آمد. بانجان رومی گفت که من بسیار کوچک هستم، من هم از پیش خودت یک آرزو دارم، مرا قوی بساز، قدم بلند بساز، من هیچ قد خورد خوش ندارم، من گرد هستم، من گردی را هیچ خوش ندارم که من کلوله باشم و گرد باشم. بعد از او هم بالایش چوف کرد و میبینه نیجا قد بانجان رومی چقدر دراز شده. قدش بسیار دراز شد، بسیار بلند شد و بعد از او هم باز رفت برای خود روان شد. وقتی که برای خود روان شد، در راه یک بانجان سیاه را دید. یک بانجان سیاه کلوله خورترک دید. این بانجان سیاه گفت من هم خوش نیستم، بالای ما جادو کو که من بزرگ شوم، من بزرگی را خوش دارم. ای بالایش گفت کرد و بانجان سیاه هم بسیار برش کلان شد و حجمش کلان شد. بسیار بانجان سیاه هم به یک بانجان سیاه کلان مبدل شد. بعد از او آمد دید که یک زردک سرخ لیلونی استاده و ای هم میگه که من بسیار چاق هستم، من میخوایم لاغر شوم، باریک شوم. بعد از او هم برش میگه که به می حالت خودت مقبول معلوم میشی، ولی زردک قبول نمیکنه. بعد از او هم بالای از ای هم کف و چف میکنه و ای تبدیل میشه به یک زردک بسیار ضعیف خردترک و بعد از او هم میره به خانه خود و در اوجه غذا میخوره، فیشن میکنه، بسیار خوشیشته و موسیقی گوش میکنه که دفعتاً دروازه تک تک میشه. دروازه را که باز میکنه میبینه که انار، بانجان رومی، زردک و بانجان سیاه استاده. همشان خفه است، همشان میگه ما را پس تبدیل کو به حالت اول ما. انار میگه ما بسیار ضعیف شدیم، هیچ خوش ندارم. بانجان رومی میگه ما در هیچ دروازه جای نمیشم، سر ما در دروازه میخوره، قدم بسیار بلند شده. زردک میگه ما بسیار ضعیف شدیم و بانجان سیاه میگه که ما هم بسیار چاق شدیم، ما هیچ خوش ندارم، ما را پس تبدیل کو. بعد از او این جادوگر مهربان، این عم جادوگر میایه و بالایشان چف میکنه، جادو میکنه و اینا پس به حالت خود، به حالت اولی تبدیل میشن، خنده میکنن، خوش میشن و از پیش عم جادوگر تشکری میکنن. خب شما چی یاد گرفتین از این قصه کوتاه؟ اطفال نازنین حتما میفهمین، حتما برای ما کلتون امیال جواب دادین که چی یاد گرفتین. گپ مهمی را که از این قصه یاد گرفتیم است که به هر حالتی که ما را خداوند پیدا کرده ما شکرگزار باشیم. نگوییم که قدم ما پخچ است، قدم ما بلند است، یا مچاق هستم یا لاغر هستم.
برعکس کوشش کنیم که صحت خود را خوب نگاه کنیم، غذای مقوی بخوریم، سپورت کنیم، درس بخوانیم. در این گپا باید بسیار متوجه باشیم و فکر کنیم و هیچ گاهی خوشو نداشته باشیم که مثل دیگرها باشیم. بسیار خوب. حالا من چند سوال میکنم از پیشتان، شما جوابش به پدر جان و مادر جانتان یا کدام بزرگ دیگر در خانواده باز بدین که شما درست جواب دادین یا نه. سوال اولی است که شما جواب بدین که انار از عم جادوگر چی خواست که چی شود، چی تغییر بیاید در وجودش. سوال دوم است که بانجان رومی از عم جادوگر چی خواست و چطور آرزویش برآورده کرد. سوال سومی است که بادنجان سیاه از عم جادوگر چی خواست و چی شد. و سوال چهارم ای که زردک لیلونی سرخ چی خواست از عم جادوگر و عم جادوگر چی کرد. و در اخیر چرا سوال پنجم، چرا همه امینایی که در وجودشان تغییر آورده بودن چرا پشیمان بودن، چرا جگرخون بودن. شما این سوالا رو برای ما جواب بده و بعد از او منتظر قصه شیرین دیگه باشین. چینلتان را سابسکرایب بکنین و همراه دیگه دوستایتان هم شریک کنین قصه ها را و درسایی را که ازش یاد میگیرین، گپای خوب یاد میگیرین، همراهشان شریک کنین. دیگه وقتتان پوره شد. خدا حافظ.